ما استعداد و توانایی‌هایمان را از مردان زندگیمان پنهان می‌کنیم. ساندرا نمونه خوبی است از زنی که مرتکب این اشتباه شده. او 7 سال است که با گرگ ازدواج کرده و متخصص این است که خودش را از شوهرش کمتر، کم‌هوش‌تر و ناتوانتر جلوه دهد. او با صدای نرم و آرام چنین اعتراف کرد: گرگ دوست داره احساس برتری بکنه. همه میگن از همون اول من همیشه خودم را از اون پایین تر نشون میدادم. ساندرا به تازگی متوجه شده که در گذشته چه کار میکرده. حقیقت این بود که او هرگز به گرگ نگفته بود تحصیلات دانشگاهی داشته و اینکه برای دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری به او بورسیه تعلق گرفته. گرگ حتی نمیدانست که او زبان فرانسه را خیلی روان و سلیس صحبت میکند و به این زبان تسلط کامل دارد. در ضمن قبل از اینکه با گرگ آشنا شود به او نگفته بود که از طرف یک تاجر بسیار موفق فرانسوی برای کار به پاریس دعوت شده. ساندرا به این دلیل آن موارد را راجع به خودش به گرگ نگفته بود که به قول خودش این موارد اهمیت چندانی ندارد. الن 37 ساله و شوهرش اندی 39 ساله هر دو شاغل هستند. اندی یک مشاور سرمایه گذاری است که برای یک شرکت بزرگ کار می کند و الن نیز مدیر روابط عمومی یک تولیدی پوشاک است. روزی آنها به منظور حل مشکلاتشان به دفتر کار من آمدند. الن اینطور شکایت کرد: فکر می کنم اندی اونطور که من می خوام از من تقدیر و تشکر نمی کنه. منم مثل او کار می کنم اما ما همیشه برای حل مشکلات کاری او گفتگو داریم و هیچ وقت راجع به مشکلات کاری من صحبتی نمی کنیم. اندی جواب داد: خب آره، راستش واقعیت داره. ما بیشتر اوقات راجع به شغل من حرف میزنیم اما فکر میکنم به این دلیله که شغل من پیچیده تر از شغل توه. کاملا طبیعی بود که الن بعد از اینکه شنید شوهرش خود و شغلش رو خیلی مهمتر از اون میبینه بسیار عصبانی بشه. مدتی با الن و اندی صحبت کردم تا متوجه منشأ اصلی مشکلاتشان شدم. الن مرتکب اشتباه شماره 3 شده بود. همیشه موفقیت‌هایش را از اندی پنهان کرده و سعی داشت شغلش رو کم اهمیت جلوه بده تا بدین وسیله باعث بشه اندی احساس مهم بودن بکنه. البته او این کار رو ناخودآگاه انجام میداد و این عادت را گویی از زمان کودکیش کسب کرده بود. با نگاهی به دوران کودکی الن به نکات مهمی پی بردیم. الن یک برادر داشت که از او کوچکتر بود و الن در مدرسه نمرات خوبی می گرفت. مادرش هم به او می گفت: الن به برادرت نگو این ترم چه نمره های خوبی گرفتی. میدونی برادرت با نمراتش تو مدرسه مشکل داره. الن نظیر همین رفتار رو نیز با شوهرش در پیش گرفته بود. هیچ وقت نمیگذاشت اندی در مورد مشتریهای پروپا قرص و کله گنده‌ای که دور و برش را گرفته بودند بویی ببرد. هیچ وقت از احترام فوق‌العاده‌ای که مشتریانش برایش قائل بودند با اندی صحبت نمی‌کرد. در ضمن هیچ وقت از رویاها و اهداف آیندهش با اندی حرفی نمی‌زد. الن بعد از شنیدن اشتباه شماره 4 چنین اعتراف کرد: وقتی خودم از خودم زیاد تعریف و تمجید نمی کردم و احترام زیادی برای خودم قائل نبودم و این همه موارد خوب را از او پنهان می کردم، چطور اندی می تونست بفهمه که من اینقدر فوق‌العاده‌ام؟ میلیون ها زن نظیر الن و ساندی لایق، توانا، باهوش و سخت کوش هستند و نمیدانند که چگونه به درستی شکوه و جلال خودشان را جشن بگیرند. چرا توانایی‌ها و امتیازات خود را از همسرمان پنهان می‌کنیم؟ ما توانایی‌ها و استعدادهایمان را از همسر خود پنهان می‌کنیم، چرا که تصور می‌کنیم با این کار آنها ما را بیشتر دوست خواهند داشت. آیا وقتی دختر بچه کوچکی بودید چنین مواردی به شما گفته بودند که همیشه وقتی با یک پسر بازی می‌کنی بذار اول اون ببره؟ اینجوری اون تو رو بیشتر دوست خواهد داشت؟ زیاد کنار مردها خودت را باهوش نشان نده وگرنه تو را با خودشان بیرون نمیبرند.
باید اونا رو بالا ببری و باعث بشه که احساس کنن از تو باهوشترن. ما زنها شرطی شده ایم و باید کاری کنیم که همسرمان احساس کند از ما باهوشتر و بهتر است تا بدین وسیله از عشق او نسبت به خودمان مطمئن شویم. ما با این باور قدم به زندگی مشترک می‌گذاریم که اگر در کنار مردی بسی باهوش و قوی باشیم، او دیگر تمایلی به رابطه با ما نخواهد داشت. بنابراین سخت تلاش می‌کنیم کاری کنیم که او باهوشتر و بهتر به نظر بیاید و ما خود را پایین‌تر از آنچه که هستیم نشان می‌دهیم. ما توانایی‌ها و استعدادهایمان را پنهان می‌نماییم، زیرا نگرانیم مبادا در نظر دیگران خیلی مغرور جلوه کنیم. آیا تاکنون چنین نصیحت‌هایی به شما شده است؟ ببین سوزی، خوشحالم که همه نمره‌هات 20 شده، اما نمیخوام به همه بگم چون دوست ندارم پوز بدم. در ضمن دخترها باید فروتن و افتاده حال باشن. جنی، اینقدر تو آینه خودت رو نگاه نکن. خانمانه نیست که فکر کنی خیلی خوشگلی. دخترایی که مغرور هستن خیلی محبوب نیستن. به یاد میارم وقتی که در دبیرستان مشغول درس خواندن بودم، مادرم به من میگفت هرچه موفق‌تر باشی آدم‌های بیشتری به تو حسودی میکنن. در نتیجه دوستان کمتری خواهی داشت. به همین دلیل باید مواظب باشی که دیگران را با استعدادهایت نترسانی و آنها را از خودت فراری ندهی. بعدها در زندگیم با هیچ یک از عکس‌العمل‌های بدی که مادرم گفته بود روبرو نشدم. اما او همانطور که از مادرش یاد گرفته بود، فلسفه تحقیر و خودکمبینی را به من آموزش میداد. به بسیاری از ما وقتی کوچک بودیم چنین آموزش‌هایی داده میشد. به این معنی که یک زن نباید خیلی خوب به نظر برسد و اگر خودش را قوی نشان بدهد زیاد زنانه و جذاب نیست. در تلاش به منظور دختر خوب بودن، زنها استعدادها و توانایی‌های خود را پنهان می‌کنند. چرا این کار مؤثر واقع نمی شود؟ 1. پنهان کردن توانایی‌ها و استعدادهای شما عشق و شور و حرارت رابطه‌تان را می‌کشد. هنگامی که خود و موفقیت‌هایمان را دست کم گرفته و کوچک جلوه می‌دهیم و آنها را از مرد زندگیمان پنهان می‌سازیم، به نظر خودمان را غیر تهدیدآمیز و در نتیجه جذاب‌تر جلوه می‌دهیم. اما واقعیت این است که دقیقاً برعکس این حالت اتفاق می‌افتد. مردها بیشتر به سمت توانایی‌ها و استعدادها جذب می‌شوند و ضعف و عدم توانایی آنها را سرد می‌کند. مردها عاشق استعداد و توانایی در زنها هستند، چرا که خودشان چنین آموزش دیدند که باید لایق، توانا و با استعداد باشند و چنانچه نظیر همین گفته‌ها را در شخص دیگری ببینند جذب او خواهند شد. هنگامی که برای نوشتن این کتاب تحقیق می‌نمودم، با صدها مرد مصاحبه کردم و تمام آنها گفتند زنهایی که اعتماد به نفس بیشتری از خود نشان می‌دهند برایشان جذاب‌ترند. مردها برای این گونه زنها احترام بیشتری قائل بوده و آن را جدی می‌گیرند. حال نکته‌ای که در اینجا جلب نظر می‌کند این است که زنها تصور می‌کنند اگر افتاده حال جلوه کنند، مرد زندگیشان آنها را بیشتر دوست خواهد داشت. در حالی که حقیقت این است که این رفتار عشق و شور و حرارت را در برقراری رابطه از بین می‌برد. 2. هنگامی که عادت دارید استعدادهای خود را از مردان پنهان کنید، در نهایت آن استعدادها را از خودتان نیز پنهان خواهید کرد. ضرب المثلی است که میگوید از دل برود هر آنکه از دیده برفت.